درود. اینجا سلیمانی عراق، یه کشور مسلمان. ببینید اینجا اومدیم توی فروشگاهی که الکل میفروشه و تمام برندهای شراب و آبجو و همه چی اینجا فروش میره و ببینید واقعا این هم مسلمانن و این هم مشروبات الکلی که اینجا راحت فروش میره بدون هیچ مشکل و دغدغه‌ای. مثلا به عنوان مثال این آبجوی لبنانی قیمتش تقریبا 15,000 جامسون، 15,000 دیناره که هر دیناری 110,000 تومان ایرانیه. و خواستم اینجا بهتون نشون بدم که ببینیم همین بغل گوش ما ایران این مشروبات الکلی تو فروشگاه خیلی راحت توی کشور که کرد نشین و مسلمان داره فروش میره بدون هیچ مشکلی. با لایک و سابسکرایب کردن کوله پشتی فان با من همراه باش.